سلام بیننده های عزیز، هموطنان گرامی، امیدوارم در هر گوشه دنیا هستین جان و سلامت و سر حال باشه. دوستان عزیز، ما امروز از 3 ورده پیش خانه گندم آرد منی سابق که بود که گندم را مبوری دستیه مبوری آرد میکردی آل سه پیش درگه میا سال کنیم چی رقم آرد منه چنکه آرد منه باز همین دیگه شما دو سال جبوریم که امروز و ناسیه آردم چندی آرد منه شپرسان کنیم چندکه آرد منه سابق بوده گجده یکه شوزه یکه آرد میکرد منزه یکه حالی خبر نیم چندکه آرد منه اصلی هم که از آقای سینیه در پیش خانه می آرد منه دوستا صدای اصلی زیاده صدا خوب فهمیده نمیشه که ما از آقای سینی پرسان میکردم چند یکه آرد منه باز در داخل ویدیو بسازی خود آقای سینی پرسان نم در سیر آرد منه در چی رقم آرد منه باز کار ازی پرسان نم صدا زیاد سخت نمیشه فهمیده نمیشه. دوستان عزیز سرصدا زیاده صدا فهمیده نمیشه یک یاسین حسینی خود چنین مصروف یارتیدویه باش آخر از این ویدیو از این سر پرسانم چنکه آرد منه از خود یاسین پرسانم یا از پدرش فرق نمونه این روز هم ده بخشد ما آرد منه هنوز ما از پرسان نکن چنکه آرد منه فقط گندمای از مور خوابان کده دیگه خبر ندارم دیگه چند کیلوش ده و چند سرش ده ایش خبر ندارم چند شده در قاقاس مشتک ده آخر سری حساب کتاب منیم حدث بیان دوستان عزیزی اصلی درگاه دیگه سابق مو خودگانیم در خر یا در موتر گندم اون دستی آرد کردی حال کسی اصلی درگاه میاد مندن باش آقای سینی صاحب خوبی؟ جان جور بخیر اوقات خوشه بیا خوبی؟ خانه خیریتیه؟ جان مند خوبه والا شکر شکر آقای سینی اسیا داره اسیا ورده امروز هم وقتی گندم ماردونی چنکه آرد منیره تا پیسه 20 تا پیسه سر 20 سر 20 تا گندم چنکه آرد منی تا گندم 12 آها 12 که چند سال شده اسیا خرده؟ تقریبا امسال چهارم شده دیگه 4 سال شده؟ آره خب چطوره وضعیت کار گندم هست مردم نیه خوشکاوی چی رقمه؟ خوشکاوی قدر دیگه گندم کو بخید خریده دیگه دسته خریده؟ واسه خریده خب این مردم از من بیشتر آرد میخره گندم بیشتر گندم میخره گندم زیاد میخره نه؟ به خاطر آرد چی مشکل داره که کم میخره؟ آرد زوریش بیروش نه آردای خراب برو میشه؟ آرد خراب برو میشه خصوصا هم امسال بخی مردم گندم خریده درست راستی آقای سینی سابق مردم آسیا یک دنه بوده که در منطقه که مردم در خر در چیز مبرد آرد میکرد حالی و کیفیت او آسیا داشته ای آسیا مردم گندم مبرد او آسیا آرد میکرد کیفیت از او بال بوده کیفیت از اصلا شما میرین تمیده خانه مردم کیفیت آردو تقریبا یک دیگه آردوش ماشینیه دیگه آردوش ماشینی و این خوبتره که زیاد سرخ نمیه
یا سیش سرخ نمی نه نه او سرخ نمی. به خاطر که سابق ما گفتم روغن نزور بسته ما گفتم خشک من نکتر خم نمیره کم کیفیت میماد نه آره او سرخ میه. آها خب این صحیح سرخ نمیه. این دیگه اونو تو حال عادیه. خب کدام گفتنی بخشه بیننده از مدرن کمی دوستایی که ویدیو نظمی سر دمی لحظه سایلمونه همی دوستای آشنایت آشنای تو رفقای تو آشنای از ما رفقای از ما کدام گفتنی بخوا داره و دیگه از طرف از مخ سلام بخشش بیرته دیگه بخش خب. کلگیشه بخش کلگیشه دیگه. هر کس بیننده ویدیو نظمی سو کسی هسته که سلمونه تماشا نه دیگه از طرف از مخ سلام بخشش بیرته. آها راستی یک چیز دیگه یادم رفت یک پرسان نکدم لسه پرسانم امی اساسی که تو میرین نیاز ده 2 نفر ده 1 نفر میتونه کار 2 کنه نفر. 2 نفر نیاز داره دیگه آه. بدون 2 نفر نمیشه نه بدون 2 نفر نمیشه. از این لیلیتر یا یاده متصل ده گیری 4 میشه نه. آها 1 نفر مرتب گندم انداز کنه 1 نفر یک دیگه نفر سرد کنه آره ده پیش آسیا باشه 1 نفر دیگه گراس لیلیتر یا. آها درست خب تشکر جور باشی بیننده های عزیز تا این قسمت ویدیو نظمور بیننده بدین یک جهان تشکرین از تک تک شما دوستان عزیز که موی آقای حسینی را بیننده بدین خدایا نگهدار همه شما دوستان عزیز خدا نگهدار. خداحافظ دوستان عزیز خداحافظ